سلام، میخوام تو این ویدیو واسهتون درباره تمام سختی‌های مهاجرت یا تمام کارهایی که یه دانشجو در روز انجام میده، اینکه چجوری قرار میتونید به اینجا مهاجرت کنید به عنوان یه دانشجو به شما نشون بدم تا شما رو بیشتر با کشور اسپانیا آشنا کنم. بریم که داشته باشیم. قراره خوابگاهمو خیلی کوچولو بهتون نشون بدم. این نمای ورودی اتاق منه که اینور آشپزخونه است، اینور هم سرویس بهداشتی و حمام و اینجا هم میز مطالعه، تخت خواب و یه کمد و اونجا هم یه دونه شاف براتون میذارن که وسایلتون رو بذارید. وقتی که ایران بودم تقریبا چند ماه قبل از اینکه ویزای من بیاد با یه نفر آشنا شدم. شروع کردیم به صحبت کردن و رفت آمد کردن. تصمیم گرفتیم که با هم یه رابطه رو شروع کنیم. 1 سال گذشته و هنوز ویزای من نیومده و بی خیال کامان حتی من بلند شده بودم برم مسافرت، قطعا ریجکت شدم. 3 هفته از دانشگاه گذشته و من هنوز ویزام نیومده. 3 روز مونده بود به مسافرتمون که همه کارامون رو داشتیم میکردیم و ماشین رو کی میکردیم و یهو یه ایمیلی برام اومد که گفتن که سریعا خودتون رو تو این تاریخ برسونیم BLS اسپانیا. تقریبا ساعت 3 رفتیم، ساعت 4 اونجا نشستیم و خیلی شلوغ بود. حتی کامیابم که بهتون گفتم با من اومده بود و اصلا انتظار اینو نداشتیم که چه اتفاقی قراره بیفته اونجا. یهو صدام زدن و دیدم همه آدم نشستن و همینجوری بسته های پستی میاد روی میز خانم منشی، تک تک اونا رو با قیچی باز میکنه و 4-5 تا پاسپورت به همه میده. کل اون تایم نیم ساعتی که من توی اون اتاق بودم تمام بدنم داشت عرق میکرد. رفتم و گفت اینجا رو امضا کن، اینجا رو مهر بزن، انگشت بزن، فلان کن. این کارا رو کردیم. بعد برداشت کیسه مدارک منو باز کرد و گفت اینم ویزاتون. فرداشم نگاش میکردم بعد 1 سال و اصلا اینطوری بودم که الان چجوری باید برم با کامیاب صحبت کنم که قراره همین چند وقت دیگه من از پیشش کلا برم واسه همیشه. الان پشت اون در کامیاب منتظر منه. کار باید بکنم، باید بهش بگم نگم، اصلا چجوری چی کار باید الان بکنم. رفتم و گفتم ویزام اومد و فقط کامیاب بغل کردم. الان باید خوشحالی کنم، الان باید ناراحت باشم. چند ماه رابطه ما شروع شده و عاشق هم شدیم و الان خدا این تصمیم گرفته که ما رو اصلا جدا کنه. خیلی روز بعدی بود وقتی زنگ زدم به مامانم اینا که ویزام اومده و اینا، تصمیم گرفتن که برم مشهد و از خانواده‌ام خداحافظی کنم. بعد از اینکه من ویزامو گرفتم ساعت 5 صبح واسه من بلیط گرفتم. من و کامیاب اینجوری بودیم که هنوز هیچ کاری نکردیم. چجوری من بذارم فردا برم؟ اگر برم دیگه نمیتونم ببینمت. مسافرت با هم چیده بودیم. داشتم به این فکر میکردم که من همون تهران یه دانشگاهی رو انتخاب کنم و فقط پیش کامیاب باشم. وقتی که از اون BLS اومدیم بیرون دوتامون ساکت بودیم. فقط داشتم گریه میکردم، اشکای ریز ریز میریختم که اصلا اشکای منو نبینه. قیافه کامیابو که میدیدم یه قلبی شیشه هایی قشنگ توی قلبش فرو کرده بودن. اینجوری بود که همه چی داره تمام میشه. ما قرار هستم جدا شیم و فقط چند ماه بود که ما وارد رابطه شده بودیم و این رابطه برای من خیلی ارزش داشت، چون بالاخره بعد چند سال یه نفر رو پیدا کرده بودم که واقعا دوست داشتم بمونم باهاش و این زندگی رو ادامه بدم. ولی اصلا حتی به اینم فکر نکرده بودم که یه روزی قراره به همین زودیا ویزای من بیاد. فقط اشکام میریخت. صحبت کردیم با هم دیگه و حس وحشتناکی بهم گفت که این آدم میخواد با من کات کنه و نمیتونه رابطه لانگ دیستنس داشته باشه. فردا ساعت 5 صبحش من بلیط داشتم. شب واقعا شب بدی بود. نشسته بودیم وسط
خونه و همدیگر رو بغل کرده بودیم و داشتیم اشک می‌ریختیم و هیچ وقت اون لحظه رو یادم نمیره. من و کامیاب کلی با هم بحث کردیم که نمیتونیم فردا بریم و کلی با هم جر بحث کردیم که آقا من باید برم، الان باید برم مشهد به خانواده‌ام خدافظی کنم، وقتی هم ندارم. حتی بلیت اسپانیا هم برام گرفته بودن و 2 هفته دیگه پرواز دارم و باید برم و وسایل رو جمع کنم و هیچ کاری نکردم. جوری شد که این تصمیم رو گرفتیم که یه کار بد بکنیم، کاری کنیم که من از پرواز جا بمونم، یه روز حداقل بیشتر توی تهران بمونم که نخوام برم مشهد. اگر پرواز ساعت 5 ما 4:30 میریم فرودگاه و میگیم که توی ترافیک فرودگاه، چون فرودگاه تهران بزرگ بود، گیر کردیم. الکی گفته بودم که نرسیدم تو اسنپ خراب شده فلان شده، کلی بهانه آوردیم و امیدوارم خانواده‌ام این ویدیو رو نبینن که اینو متوجه بشن، ولی ما از قصد از پرواز جا موندیم. دوتامون پایه هم بودیم و 6 صبح با خوشحالی و یه چمدون پا شدیم، با هم رفتیم کله پاچه خوردیم کلی بغل کردیم، هم بوسیدیم و خیلی حس قشنگی بود. حداقل یه روز بیشتر میتونستم باش وقت بگذرونم، یه روز بیشتر میتونستم ببینمش. شبش رفتیم جیگر خوردیم، رفتیم تو خیابونای شهر کلی عکس و فیلم گرفتیم، کلی خاطره درست کرده بودیم. چند ماه هم خیلی کمتر شده بود که ما با هم بودیم. واقعا هیچ خاطره زیادی هم نداشتیم. اون روز به خیر گذشت و تا مرز اینکه بابای من کلمو بکنم رفتیم تجریش، رفتیم بازار بزرگ و جاهایی که من خیلی دوست داشتم. حتی با هم رفتیم سینما، خیابونا رو با هم میگشتیم. خلاصه اون روز تموم شد و ما مجبور شدیم اون شب با هم خدافظی کنیم. ساعت 4 صبح من رفتم فرودگاه و پرواز کردم به سمت مشهد. چمدونامو موقعی که میخواستم ببندم خیلی حس عجیبی داشتم که ببین 1 سال صبر کردی و 1 روزه یه خبری میاد که کل زندگی تو عوض میکنه، کل شرایط زندگی تو عوض میکنه. 1 شبه باید کل زندگی تو بریزی توی یه چمدون و جمع کنی و بری. و برای اینکه حالم خوب بشه خانوادم یه پارتی گرفتن و دوستامو دعوت کردن که خانوادمو دعوت کردن که اون شب دور هم جمع بشیم و گودبای پارتی داشته باشیم. اون شب از همشون خدافظی کردم. هیچ کس توی خانوادم و دوستام اصلا توقع اینو نداشت که من قراره ویزام بیاد. یه ویدیو هم درست میکنم توی صفحه اینستاگرام هم میذارم از لحظه‌ای که به خانوادم گفتم ویزام داره میاد. میخواستیم تاکو درست کنیم، کامیابم میاد توی ویدیو از اونجایی که لانگ دیستنس هستیم با لپتاپ میاد که با هم دیگه تاکو درست کنیم. این خمیره رو با هم برسیم. از اونجایی که عادت دارم هر روز برم بدوم، تصمیم گرفتم امروز هم برم بدوم، همین که برم اینترنت بخرم. حاضر بشم بعد بهتون نشون میدم. شروع میکنم از جای خوابگاه تا مترو میدوم و بعد سوار مترو میتونم که بریم با هم ایستگاه الپچت برای اینکه اینترنتمو بخرم. اومدم مترو، منتظر مترو هم 4 دقیقه دیگه میرسه. فضای مترو هم الان بهتون نشون میدم. من به ایستگاهی که باید برم اینترنتمو شارژ کنم. اینجا یه مرکز خرید خیلی خفنه که همه برنده توش هستن و الان میرم بهتون نشون میدم. اینترنتمو گرفتم و الان میخوام اینجا رو بهتون نشون بدم. اینجا ایستگاه قطار و اتوبوس هاست که یه قطارها و اتوبوس ها از این قسمت از توی این پاساژ رفت آمد میکنن. کراپ برداشتم بپوشم ببینم بهم میاد یا نه. این کراپ هست. کلا چون خیلی کراپ میپوشم به نظرم خیلی جذابه. خب من خریدمو کردم، میخوام برم خونه. گفتم که
بذار خوابگاهمون رو بهتون نشون بدم. طبقه دوم زندگی میکنن. اینا همشون دانشجوان از 18 سال تا تقریبا 25. نزید. خب گفتم که بیام خریدامو بهتون نشون بدم. این پینگیلایی که خریدم، ببینید رو. من خیلی اکسسوری اینو دوست دارم ولی همیشه هیچی نمیندازم، فقط میخرم. اینو خریدم. 2 تا هم کراپ تاپ خریدم که حالا بعدا میپوشم و بهتون نشون بدم. هنوز روزمون تموم نشده، باورم نمیشه.